همشری اگر دنبال یه باشگاه و مدرسه فوتبال خیلی خوب می‌گردید، یه خبر فوق‌العاده براتون دارم. باشگاه فوتبال مقاومت هشگرد بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش فوتبال در غرب استان البرز رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. تو این مجموعه از سن 4 سالگی میتونید فوتبال رو زیر نظر مربیان مجرب، کاربلد و با سابقه شروع کنید و آموزش اصولی و تخصصی فوتبال رو یاد بگیرید. هم آموزش فوتبال دارن و هم تو سطح حرفه‌ای میتونید فوتبال بازی کنید و دیده بشید و هم انتقال بازیکن به باشگاه‌های بزرگ کشور رو تو کارنامه دارن. تنها باشگاهی هستن که کمپ تمرینی اختصاصی خیلی با کیفیتی دارن، یه زمین چمن طبیعی فوق‌العاده و سالن بدنسازی و به‌روزترین تجهیزات تمرینی و آموزش فوتبال در محیطی امن و خانوادگی هم دارن. حضور در اردوهای ورزشی و تفریحی، حضور در مسابقات حرفه‌ای و حضور در فستیوال‌ها از نکات مثبت مهم دیگه این مجموعه. تنها باشگاهی هستن که تو لیگ برتر استان البرز تو تمام رده‌های سنی از خردسال تا جوانان حضور دارن. یه خبر خوب دیگه هم براتون داریم. امسال باشگاه مقاومت هشگرد تو لیگ کشور هم حضور داره و قراره که از بازیکنای بومی شهرمون تو این تیم استفاده بشه. خلاصه که از باشگاه مقاومت هشگرد هرچی بگیم کم گفتیم. باید برید تو پیج باشگاهشون و افتخاراتشون رو خودتون ببینید. هیچ وقت برای پیشرفت دیر نیست، فقط باید انتخاب درستی انجام. با ما آینده فوتبالی خودت رو بساز. به نام خدا، ایلیا عبدالتاج‌الدینی هستم، عضو باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت هشگرد. آقای طاهر، آقای قدسی خیلی زحمت می‌کشن برای ما و ممنونم. و بهترین مربی نظر من در سطح استان آقای احمد طاهرخانه هستش. از وقتی که اومدیم خدا رو شکر کمپ تمرینی خیلی خوب بوده. من از کلاس دوم میومدم باشگاه، خیلی پیشرفت‌های زیادی کردم. من چند ساله، 3 ساله که به باشگاه مقاومت میام. مربیای خیلی خوبی داریم، امکانات خیلی خوبه. به نام خدا، ملکی هستم، پدر طاها ملکی. در مورد مربیگری میتونم بگم که آقای احمد آقای طاهرخانه یکی از مربیای مجرب با اخلاق پرپیشینه به نام پسر پویا محمدی از حدود 6 سالگی اومدن تو باشگاه مقاومت. پویا از خرداد 1400 تمرین شد به صورت حرفه‌ای. آقای احمد مسئول باشگاه شهید طاهرخانه هشگرد شروع کردن. ما بسیار راضی هستیم هم از عملکرد مربی عزیزشون آقای احمد طاهرخانه و هم از شیوه آموزش و زمین و زحماتی که برای بچه‌ها میکشن.